اوچا 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 جان روزوتین ای اوچا فعل کودکیتون پرت این بس رجب علی ایبرانی دخترم یگون چی نمیخوری؟ رحمت اوچا جان سرم بیا قندک خور خیاخی رحمت اوچا جان سرم دسترخوان بی چه ناز و نعمت بی ما را نگاه دوره که ما یک چیز میخونده باشه دگان نامده استم خواب جدت کنیم یا چیه درمت تیم نه اوچا جان من بیره رفتستم پیش دگان نام میرم من اوچا خیبا میبینید جان من در تربیه کردم خطا کرده باشم چجان؟ الله بای بچم ممکن؟ بیا بچم بیا سلام علیکم سازی بچم میشه خدا را شکر شما سازی خوبیم چجان؟ سلامتی و ساز خوب احوال چیکار چه؟ ساز بچم ساز باشی اکاد نامد اکا راست دیگه با آمدنی بودن تا هم تک دوم قسم آمد کدام رفیقش زن زد که جیبو از روز میرفتیم همون جا را نگفتی که اوچم شب خواب دیده توی نگفتی که اوچم پرسیده نگفتی که اوچم رای توی نگاه دوره گفتم اوچا جون میویا شما زیغ نشین اینه را اکم دوده ینگم دخترتون ببینیم نخوتون میشود رحمت بچم برکه یابن بچم من لباس بسیار دارم بچم من شما یاد کردم من راه شما نگاه دارم بچم من همه چی دارم نه چای نمیخوری بچم نه اوچا جون بیا خوبترش من شما را چی ببریزم ها رواد اوچا جون رحمت بچم برای خودم ریز بچم نه اوچا جون برای گپ سیرم اگر اجازت بشه کم تر کامپیوتر در کار دارم من کارم ببینم با پشتون میموچه ولی با حضور بشین شما گنجشککای کلام میکردی پرام میشم میرم رخشان نگاه میکنی که که یک تشدری خونه میرم این خوراکم تیار شد چایم دم کردیم همه چی تیار شد این کودکای تو فیراد نکنی نمیبیرن کلونم شدن و هیچ نفهمیدم مریم مریم اوف پیسور شدم مریم مریم ما بایوچه دوستان عزیز من یک لحظه بعد خط خواهران مادران و پجانکو میرسونم که شرکت فابریک برای هر یک شما شرایط خوبی پیاده فراهم آورده یکی شما میتونید در خونه تو بشینید یک خونه نبرید توسط آنم تلفن موبیلیتون کار و فعالیت شما بیزنستون پیش ببره در یک ماه کم از 30000 کرده تا 15000 تومانی پول به دست بیارید برای به کار قبول شدن دیپلم لازم نیست زبان خارجی دانستن لازم نیست دانشجو 100% میتونید کار کنه اپایی که در کارخانه دولتی کار میکنه شما هم 100% میتونید کار کنید فقط در یک روز 2 ساعت 3 ساعت ماکسیمم وقتتون صرف میکنید و صاحب مبلغ‌های کلان میشید برای همین برای بکار قبول شدن من شما را توصیه میکنم اپای شمسی بانو زواتای دایرکتور شرکت فابریک همین اپاجانی من 1.5-2 سال میشه در شرکت فابریک کار میکنم معاش همین اپاجانی ما حدود 15000 تومانی بالا است برای کار یاد گرفتن میتونید واتساپ اپاجان را بنویسید مراجعت کنید و برای نوشتنتون 500 روبل یعنی 70 میشه 60 میشه توفاتون میده این چونی در شرکت فابریک کار کردن یعنی که شما روزی حرکت میکنید دو سه کار میکنید دیرکتور میشین برای دیرکتور شدنتون شما را 20000 تومانی از جانب شرکت توفا میتن این چونین یک چلای کیلو از جانب دفعه شمسیت توفا میگیرید و غیر توفا وقتی که شما مثلا فرزنددار میشین برای فرزنددار شدنتون 10800 تومانی دیگه از جانب شرکت توفا میگیرید و هر ماه
یعنی که معاشای خوبی خوبه به دست میاره. برای همین حرکت کنین اپای شمسه جان در واتساپش اینومی هم دوزارک ما دیوالی دون مراجعه کنین. اپای ما همه کارا به پول شما را یاد میکنم. من 70 تومان دیگه بوده کارتا تو میگذارم که خرسان چیه کارا تست. پیسوشیدم. مریم؟ مریم؟ ها баёча بیا دخترم خوراک تیار شده. خوراک کشم اما کسش نیم خوراک خوریم خنوز میشاخی خوراک. уф оча гишна нестам гишнамонум худо куфнира дидам дега дидам мера мекашу мехӯрам очаҷон гишнаин хто равин кашен хрен оча ҳоли субҳи саҳар ношида уже субҳонаи шумо тайёрай биё субҳона кне мегин ҳол соат на 11 биё абед кне мегин очаҷон рӯзум тиен ай оча фели кӯдакитона парто ин баса ёхи ай гишнамонум худом дидам оча гишнаин буред бикашен бихрен چی میگین او چه قغمتین؟ اوف شهزاد بابا چجور؟ بچم خوراک تیاره بیا خوراک کشم خوراک خوریم چجور راستی گپ کم تر پولم بسیار داره کارو ما بود کنم بعد میام میشه میشتیم یک جای خوراک میخورده چجور خوار ما بگی حتی خوارم بشین ما بود کردم بیام بله بچم بخشیده و چجور مریم оча مریم оча оча ба чумо чӣ шуд оча оча ака оча 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 رحمت فرزندای عزیز که برای من خانه و در ساختین برای من خوراکای با مزه میبیارین برای من لباسای قیمت میکنین رحمت برای همش لیکن امی یک کاسه خوراکم در امی خانه پیرانسالو میتیم بچم امی یک جای خوب در همون خانه پیرانسالو هم میتیم برای پدر و مادر پول فرزند لازم نیست مال فرزند لازم نیست برای پدر و مادر در زندگی هم مهر و محبت فرزند